با مقصد تقویت سطح دانش و معرفت ساکنان از جمله نورسان و جوانان در حوزه برگزاری آزمون‌های جمهوریوی سال 2025 با ابتکار رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی در ولایت ختلان سال فرهنگ کتابخوانی اعلان گردیده است. هدف از این اقدام بلند برداشتن ذوق نه فقط خوانندگان و دانشجویان، آموزگاران و کارمندان فرهنگ و صنعت، بلکه کلی ساکنان به مطالعه کتاب محسوب می‌یابد. عین زمان همکارمان زیورشاه غازیوف از کتابخانه ولایتی به نام شمس‌الدین شاهین مستقیما با ما در تماس هستند. می‌گفتند که در شهر بختر وابسته به اعلان شدن سال فرهنگ کتابخوانی چی تدبیرها اندیشیده شده است؟ تشکر. واقعا از جانب دولت و حکومت با مقصد غنی گردانیدن سویه دانش ساکنان پیوسته تدبیرهای لازمه اندیشیده می شود. حالا ما قرار داریم در سن مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهین و طور شما مشاهده کرده ایستادید شامگاه در کتابخانه باز است تا خواننده در لحظه های دلخواه خود به کتابخانه مشغول شود و کتاب‌های خود را دسترس نماید. و همچنین صحبت داریم با دیرکتور مؤسسه مذکور رخشانه شیرعلی. خوش آمدید به مزن علم و معرفت. طور ما مشاهده کردیم شامگاه در کتابخانه باز است. در تالار خوانشی عمومی مشتریان ما هست، ما آنها را خلل نمی‌رسانیم. چون در قلمرو ولایت ختلان سال 2025 همچون سال فرهنگ کتابخوانی اعلان گردیده است، از جانب کارمندان مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی به نام شمس‌الدین شاهین چی تدبیرها و یا چی تشبس‌ها راه اندازی شده است؟ تشکر زیاد. طوری که اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان قید داشتند، کتاب نه تنها سرچشمه دانش بلکه واسطه مهم تربیت معنوی انسان است. کتاب خواندن این پدیده است که انسان را از راه بد، از بد اخلاقی رها میکند، از درد و غم رها میکند. مشهورترین مربی انسان این کتاب است. مورد به ذکر است که در زمینه ارزش‌گذاری های اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان و راه اندازی نمودن آزمون با نفوذ فروغ صبح دانایی کتاب است، امسال از جانب رئیس ولایت ختلان سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی در قلمرو ولایت اعلان گردید که این باعث افتخار نه تنها کتابداران بلکه کل ساکنان ولایت گردیده است. و واقعا هم وقتی که انسان کتاب میخواند خود را در دنیای دیگر احساس میکند. کتاب خواندن سویه دانش انسان را زیاد میگرداند، نطق را برا میکند. طوری که پیشوای معظم ملت در پیام امساله‌شان قید کردند، کتاب خواندن عصب را آرام میکند، جهان بینی را وسیع میگرداند، سویه دانش را زیاد میکند. در این زمینه کتابداران مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهین تمام نیروی ذهنی و جسمانی خود را بهر خدمت رسانی خوب به خوانندگان به راه مانده است و فعالیت را شروع از ماه نوامبر سال 2024 تا امروز از صبح صادق تا شامگاهان تا هشت بیگاه و ما نیت داریم که در فصل بهار از آغاز فصل بهار تا ساعت 10 شب فعالیت کنیم و با اعلان گشتن سال 2025 سال فرهنگ کتابخوانی این یک تکون جدی شده است برای جلب تمام ساکنان، برای خواه نورس باشد، خواه جوان باشد، خواه کلانسال باشد، به کتابخوانی، به کتابخانه و واقعا هم کتابخانه روزنه دانش است. کتابخانه نه تنها یک جای مطالعه کتاب بلکه یک جایی هست که در آنجا کودک، همان کودک یا که نورس جوان رشد میکند و کمال مییابد. وقتی که جوانی که به کتابخانه می آید و کتاب مطالعه میکند و واقعا هم در آینده قوه بزرگ می شود برای سهم گذاشتن در تطبیق سیاست دولتی جوانان و واقعا هم آینده دولت و ملت بودند. در مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهین 10 محفل عمل میکند و انا همین محفل ها در زمینه برگزاری آزمون فروغ صبح دانایی. باید قید نمایم که 4 کارمند مؤسسه ما غالب دور جمهوریوی آزمون فروغ صبح دانایی کتاب هستند که همه روزه آماده هستند که شاگردان زیاد را بر این آزمون
آماده نمایند، تیار کنند و امسال تصمیم گرفتیم که 7 کارمندی کتابخانه در این آزمون تیار شده ایستادند، اشتراک می‌ورزند. انا همون 10 محفلی که در کتابخانه ما فعالیت می‌کند اعضای دائمی خود را دارد و باعث افتخار است که ما می‌بینیم که اعضایان محفلان ما، اعضایان خوانندگان کتابخانه ما از هم شهر باختر، هم شهر و ناحیه‌های گوشه و کنار منطقه باختر ولایت ختلان هستند و امروز همکاری ریاست معارف ولایت ختلان، شعبه معارف شهر باختر، دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو با کتابخانه خیلی همزیج است. شعبه معارف شهر باختر یک اقدام نجیبی را پیش گرفت که هم خودشون به کتابخانه آمده اعضا میشوند، هم خوانندگان و هم فرزندی همان آموزگار و هر شامگاهان بعد از درس فرزندان خود را به مطالعه کتاب می آورند که این باعث افتخار است. تشکر. طور ما آگاهی داریم در کتابخانه مذکور همچنین سیمخانه و یا شعبه اتومات کنونی و تکنولوژی معاصر عمل میکند. در این زمینه چه تدبیرها همچنین اندیشیده ایستاده اید و در آینده چه نقشه ها است وابسته به این؟ خب تشکر زیاد. باید قید نمایم که خزینه کتابی مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهین را زیاده از 100,000 نسخه ادبیات ها تشکیل می‌دهد که از این 30,000 نسخه‌اش ادبیات بچگانه می باشد و همزمان در نزد مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهین شعبه اتومات کنونی و تکنولوژی اینفورماسیونی عمل می‌کند که زیاده از 70,000 نسخه کتاب ها را در بر میگیرد. همزمان کتابخانه ما صحیفه خود را در شبکه‌های اجتماعی تلگرام و فیسبوک شده است و در شبکه اجتماعی تلگرام باشد ما همه روزه کتاب‌های الکترونی را در اونجا ارسال می‌نماییم و در شبکه‌های فیسبوکی نیز فعال هستیم. از همه گوشه و کنار تاجیکستان با ما درخواست می‌کنند که چگونه کتاب‌ها را با آنها ارسال نماییم. همزمان با مقصدی هرچی بیشتر جلب نمودن تمام قشر جامعه به کتابخانه و به کتابخانه همه روزه از جانب کارمندان جوان کتابخانه ویدیورولک آماده گردیده پخش می‌گردد و هر یک کتابی نوی که در کتابخانه وارد می‌شود رونمایی کتاب توسط همان شبکه اجتماعی فیسبوک گذاشته می‌شود تا اینکه دوستداران کلام بدی به کتابخانه بیایند و همزمان ما آزمون‌های آنلاینی زیاد کرده ایستاده‌ایم. آزمون آنلاینی شاهنامه‌خوانی که در عرفه انجامیابی است، آزمون آنلاینی کتابخوانی بهترین، آزمون آنلاینی بهترین خواننده کتابخانه در شبکه‌های اجتماعی گذاشته ایستاده است و با دستگیری های رئیس ولایت ختلان شروع از ماه ینور سال 2025 تعداد ادبیات ها با کتابخانه در رو به افزایش است و ما کتابداران کوشش به خرج میدیم که در دل هر یک نورست، در دل هر یک جوان، در دل هر یک نفری که امروز به کتابخانه می آید مهر و شوق کتابخوانی را زیاد نماییم. این چنین توسط کارمندان ما در کوچه های شهری باختر اکسیه های بیاید همراه کتاب میخوانیم را عملی میکنیم که این هم باشد میتواند در بیدار نمودن حس کتابخوانی تمام اهل جامعه مساعدت نماید. تشکر. برای شما در اجرای نقشه های بعدی قرار میخواهیم. یادآور میشویم که همصحبت ما بودند دیرکتور مؤسسه دولتی کتابخانه عمومی ولایت ختلان به نام شمس‌الدین شاهین، رخشانه شیرعلی.